به روز بدی بود، روز بی‌حوصلگی، وقت خوبی که میشد غزلی تازه بگی. ظهر یک شنبه من، جدول نیمه تموم، همه خونه هاش سیاه روی خونه جغدشون، صفحه کهنه یادداشتای من. گفت و شنبه روز میلاد منه، اما شعر تو میگه که چشم من تو نخ ابره. اگه بارون بزن غروبه سه‌شنبه خاکستری بود، همه انگار نوک کوه رفته بودن. به خودم هی زدم از اینجا برو، اما موش خورده شناسنامه من. عصر چهارشنبه من، فصل خوشبختی ما، فصل گندیدن من، فصل جون سختی ما. روز پنجشنبه اومد مثل سقا که پیر رونو کش یه چیک آب گفت به من بگیر بگیر. خیلی حرفها مرد بزرگی مثل وارتان آوانسیان وقتی می‌ایسته یعنی باعث افتخاره. دقیقاً باعث افتخاری. جناب چشم‌آذر عزیز، کار این جوون رو شما چطور دیدید؟ بسیار قشنگ بود، بسیار آهنگ زیبایی بود، بسیار خوب اجرا کردین. مرسی. امید عزیزم. خواهش میکنم. مهرداد جان خسته نباشید. ممنونم. مهرداد صداش بسیار یونیکه، بسیار متفاوته، انقدر لطیف میخونه. من فکر میکنم مهرداد اگه بهش موقعیتی داده بشه میتونه یک خواننده بسیار مطرحی بشه حتی در سراسر دنیا. به دلیل اینکه اگر واقعا الان من داشتم حس میکردم اگر مهرداد مثلا انگلیسی میخوند حتی در مارکت اینترنشنال با نوع جنس صداش میتونست موفق شه و من واقعا رو مهرداد خیلی حساب میکنم. ازشم ممنونم برای این کار بسیار زیبایی که اجرا کرد. من نوشتم اینجا که مهرداد صداش مخصوص خودشه، خوب میخونه و تحریر هم داره و فکر کنم که جزو 10 نفر باشه. درست دارید. ممنونم. من حرفامو زدم. شما لطف کردید. بسیار حرفه‌ای میخونی عزیزم، بسیار خوب و مسلط. تبریک بهت میگم. باعث افتخاره. ممنون. من که مهرداد صدای مورد علاقه من از دوره قبلم عاشق صداش بودم، الانم میگم خیلی صداش، خودش هم خیلی بچه خوشتیپ و خیلی جوان خوبیه. 100% موفق میشه و پیش من مکسیموم نمره رو گرفتی. قربون شما. خیلی